پدرمون هم اندکار بود کار انتر استوب میکرد و با همین سبب روز نبودیم یاد گرفتیم همین روزایی که تنگ دسته حیات رو پیش میبریم با مستقیم مردم ها هستن که اذا کس میکنن میخوایم نحوه کلا نشون میتیم ما از کاری آدم بسیار خرسند هستیم. این عمارتی که ما در نزدش قرار داریم این از 3 قبر عبارت است و دارای 21 حجره می باشد و ما باوری داریم که قطعی استاد سیدعلی در آینده هم بسیار با خوبی و وای انجام دهیم که البته این سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی است. این انشاءاتی استاد سیدعلی برای ما یک چیزی نقد شد.